در کنارتم خوشبخت، دورم از پریشانی. شکری بیشمارت باد ای عطای ربانی. هر کجا سفر کردم دل تو را میخواست. میرسم با آغوشت از جهان پزمانی. میپرستمت آره عاشقم، بله عاشق. با تو خواهم رفت تا صعود انسانی. چون مرا وطن جاری است خون تاجیکستانی. و میخواهم حکایه براتان پیشنهاد نموده باشم. زمانی که همه برای هر کار میان رو میجستند، او هم رفت سراغ دختری همسایه آن ناشناس که الان همان ایستگاه پیش خانه عمومیتشان بود و همان یک نقلیات وسیله به هم آمدنشان. با روایتی که برای وصل عاشقان مساعدت کردن ثواب است، میان رو را برای یک مدت در میانشان گپکشان شدن ریزا کرد. در 3 نفر آشکار و نهان فقط خود را معرفی کرد تا میان رو در مایل ساختن دوگانه آن سوی نقلیات و آن کنج مناسبتش دشواری نکشد. چنین به نظر می رسید که سخنانی مثل کلچه تنور گرم تا روی بر روی گرمی او پراکنده و بی سر و نوک گفته می شدند که سردی به جانشان می دمید. گویا آن کنج شمالی بود که از آن سو همانا دمیش و شمال برف می آمد. او طوری دیگر فکر می کرد. آن کنج و آن گوشه بلند و حالا دست امکان او کوتاه است. در این میان با آن میان رو چند فرضیه فکر کرده شد و چند روز تلاش برای تطبیقش صورت گرفت. 101 نگاه این عاشق بیچاره به پشت کرسی ها و کله ها و دسته و ستونچه های آهنین اتوبوس برخورده و لغزیده و درمانده و گذشته تا چشم او می رسید، اما یک بار هم لبش را مایل نیم تبسم نمی کرد. راننده هر صبح وقتی از اتوبوس بیرون آمدند در اولین ایستگاه این 3 اولین مسافر را انتظار و چشمدار هم بود و الکی می شناخت. از فاشگویی آینه‌اش می دانست که 2 کسی آنها همیشه آخری سلام و یک کس تخمینا در پشت او جا می گیرند. او که از وابستگی ها بهتر وابستگی هوا و بنزین و شاید اکلمیت رو استارت را می دانست، به دل حس می کرد که چی سر و وابستگی و پیوند میان این سگانه هست و غیر اختیار به کسی چهارم این سگانه دوگانه و بیگانه تبدیل یافته بود. فرصت همان گونه تیز می گذشت، مثل گذشتن خانه و بینا و دال و درختان کنار راه. از پشت تریزه های اتوبوس و از پیش این نظر این 4 تن در خانه همان یک اشاره این جوان پسر را که اکنون امکان انتخاب را به دستش داده بودند انتظارند. او هم دیگر نمیدانست که کدام کارش درست است و کدامش خطا، ولی اول میخواست خود را و او را بهتر شناسد و بعد پیش راهی گپ و چپ مردمان خویش و بیگانه را ببندد. در میان عاشق و میان رو شاید تلاش ها برای جستن راه به دل مسافر پشت راننده به حد نزدیک و گرم و صمیمی می شدند که بعضا حتی با نگاهداری اتوبوس در آن جایی که تعیین نشده است و پایین شدن یک کنج این الکی 4 کنجه خاتمه می یافت. در ذهن 3 قهرمان دیگر این حالت 3 اندیشه کاملا فرق کننده ظهور می کرد. او رشک می کند و اکنون شاید مایل می شود. همین خصلتش او را ناکام می کند و او تنها باشد بهتر است. راننده جوان که یگان وقت مثل 1-2 ماه اخیر اینقدر زیاد با آینه داخلی سالن نگاه نکرده بود، اول میخواست از میان اندیشه های بی سر و نوگش حقیقت دوستداری ها و عاشقی های این سگانه را آشکار کند و این کار را تخمینا از آن سر کرده بود که بعضا بعد نیمه روز وقتی مسافر کرسی های پشتش به آن 2 کسی دیگر وارد سالن میشد با تبسم و نگاهی فوق‌العاده اجازه میداد که کارت نقلیاتیش را فعال نکند. شاید همین گونه هر وقت میخواست نشان بدهد که بچینی 1 سامانی و 60 درهم از اسرار تلاش ها و نگاه های این سگانه آگاه است. برای او و میانروی کرا کردهش شاید فضای سالن اتوبوس برای طرحریزی نقشه های نوتر جهت مایلسازی اوبیکت عمومی توجهشان تنگی کرد که آنها را اکنون روز در میان می آورد پشت میزهای 2 کاسه و سری قهوه های تلخ قهوه خانه های سری راهی. 100 بار می دیدند و نمی دیدند که از کنارشان از پشت 2 شیشه همان اتوبوس می آمد و می رفت و اندیشه و نقشه یک وقت اساسی آنها را برای یک لحظه می آورد و باز می برد.
نقلیات شهری شاید یگان وقت مثل همین اتوبوس وقت و به تأخیر نمی آمد و هم شاید یگان راننده مثل راننده همین اتوبوس آزاده و آلفته نبود و از شب در یک کرسی پشتش یک دانه و چند دانه گل نمی گذاشت. سوالهای بی جواب زیاد می شدند. با آنها هم راننده و هم مسافر کرسی پشتش که خیلی وقت است تنها وارد